978. Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles. مدیران و کارکنان رادیو ایران KIRN هیچ گونه مسئولیتی در مقابل سخنان کارشناس شرکت کننده در این برنامه را ندارند. هزینه این برنامه توسط کارشناس شرکت کننده پرداخت شده است. هنر زندگی، برنامه‌ای از پروین جوادی، روانشناس، مشاور ازدواج و خانواده. آینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن آیینه شکستن خطاست. پروین جوادی، سایکوتراپیست، مشاور ازدواج و خانواده، دارای بورد تخصصی از ایالت کالیفرنیا، با تجربه در درمان اختلالات یادگیری در کودکان و تعلیم و تربیت کودکان آتیستیک، جهت مشاوره قبل از ازدواج، بهبود روابط زناشویی، روابط پدر و مادر با فرزندان و پیشگیری و درمان افسردگی و اضطراب، با پروین جوادی با تلفن 323 207 56 38 323 207 56 38 تماس بگیرید. برای شرکت در جلسه‌های گروه درمانی و سمینارهای آشنایی با موسیقی درمانی با پروین جوادی، تراپیست مورد اعتماد جامعه ایرانی، با شماره 323 207 56 38 323 207 56 38 تماس بگیرید یا از وبسایت parvinjavadi.com دیدن کنید. مرکز بهبودی کلیفساید مالیبو مرکزی است منحصر به فرد برای ترک اعتیاد الکل و مواد مخدر. در این مکان لوکس با گنجایشی محدود، برنامه ترک اعتیاد ویژه هر فرد طراحی می شود. تحقیقات نشان داده موثرترین روش درمان اعتیاد از طریق رسیدگی و توجه همزمان به جسم، فکر و روان می باشد. مرکز بهبودی کلیفساید مالیبو مشاوره خصوصی، گروه درمانی، دارو درمانی، یوگا، تغذیه سالم، مشاوره پزشکی، برنامه‌های 12 گانه و همه عوامل بهبودی را کنار اقیانوس در فضای آرامش بخش در زیر یک سقف گرد آورده و موفق‌ترین و مؤثرترین روش درمانی را ارائه می‌دهد. اگر از درگیری با اعتیاد خود و یا خانواده خود خسته شده اید و مایلید با ترک اعتیاد زندگی جدیدی را برای خود بنا کنید، اگر مایلید در محیطی آرام، زیبا، خوشمنظره و مدرن اعتیاد خود را آسان‌تر ترک کنید، با مرکز بهبودی کلیفساید مالیبو تماس بگیرید. 818 746 33 30. اکثر بیمه‌های درمانی پذیرفته خواهد شد. کلیفساید مالیبو 818 746 33 30. 818 746 33 30. شنوندگان گرامی، با گرمترین درودها، من پروین جوادی، روانشناس و مشاور ازدواج و خانواده هستم.
و با روز خوش گفتن برای تمام شنوندگان گرامی رادیو ایران KIRN. من سهراب داهی، مشاور خانواده با تخصص در بیماری‌های اعتیاد و ترک آن، از مرکز بهبودی کلیف ساید مالیبو از همکنون تا ساعت 3 بعد ظهر با شما هستیم. ما علاوه بر دادن اطلاعات ضروری در مورد مسائل و مشکلات خانوادگی، مشاوره قبل از ازدواج، مشکلات زناشویی، تعلیم و تربیت فرزندان، راه‌های برقراری ارتباط سازنده، چگونگی درمان افسردگی و اضطراب، به پرسش‌های شما در این زمینه‌ها هم پاسخ خواهیم داد. به این امید که از این برنامه استفاده ببرید. امروز در قسمت اول برنامه در مورد هیپنوتراپی و یا هیپنوتیزم صحبت می‌کنیم و در قسمت دوم برنامه بحثی خواهیم کرد درباره چگونگی آماده کردن شخص که با اعتیاد روبرو هست برای درمان و ترک آن. تأکید می‌کنم که خطوط تلفن استودیو از همکنون باز خواهند بود که به سوالات شما پاسخ دهیم. شماره تلفن استودیو هست 323 512 7264. تکرار می‌کنم 323 512 7264. و اگر مایل هستید که با من و یا خانم جوادی بعد از برنامه بعد از ساعت 3 تماس بگیرید، لطفاً با شماره تلفن من 818 746 3330 818 746 33 تماس بگیرید. تلفن بنده هم هست 323 207 56 38 323 207 5638 or LMFT که بعد از ساعت 3 میتونید تماس بگیرید، یا اگر از همکنون هم خواستید پیام بگذارید، بنده با شما در اولین فرصت تماس خواهم گرفت. خب خانم جوادی، امروز راجع به هیپنوتیزم قرار است. بله، برای اینکه شما در برنامه قبل 2 هفته پیش مبحثی رو شروع کردید صحبت کردن که خیلی خلاصه به اون اشاره کردید راجع به هیپنوتراپی و هیپنوتیزم که در 2 هفته گذشته خیلی مورد اشتیاق شنوندگان قرار گرفته. خیلی زنگ زدن و بیشتر میخوان راجع به هیپنوتراپی شما بدونن. اینه که اگه امروزی کمی راجع به این بحث بیشتر صحبت کنید خیلی حتما با کمال میل. بنده هم ایمیل و هم تلفن‌های بسیاری داشتم که پرسش‌های بسیاری داشتن و مثل این که جامعه ایرانی علاقه‌مندم هستن به هیپنوتراپی. همونطور که اشاره مختصری کردم 2 هفته پیش، هیپنوتراپی یک علمی است که در روانپزشکی و پزشکی خیلی از اون استفاده میشه و یک روش رواندرمانی هست که با تغییر حالت هوشیاری و استفاده از 3 عامل تمرکز یا جذبه، انفکاک و تلقین پذیری مخاطب رو در یک شرایطی قرار میده که میشه فرایند درمان هیپنوتیزم رو در مورد اون فرد به خصوص به کار گرفت. این حالت یک حالت خاص هوشیاری هست. جملات درمانگر یا تلقینات او در ذهن آگاه و ناخودآگاه فرد نفوذ میکنه و در اعماق ذهنش ثبت میشه. همین ویژگی تأثیر شگرف و پایداری داره که درمان هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی رو باعث میشه. این به طور کلی تعریف کوتاه و مختصری است که چگونه فرد هیپنوتیزم میشه. حالا میشه در شاخه‌های مختلف طب و روانشناسی بالینی در حوزه‌های بزرگسالان، کودکان و نوجوانان بهره‌های زیادی از این هیپنوتراپی گرفت. در طب جراحی، آمادگی قبل از جراحی و درمان ترس از عمل، کنترل درد بعد از عمل،
القای بیهوشی شاید برای بعضیا باور نکردنی باشه، بدون استفاده از داروهای وریدی و یا استنشاقی و یا با حداقل مصرف دارو. بنابراین حذف یا کاهش عوارض این داروها. القای بی‌حسی موضعی بدون استفاده از دارو. کنترل نسبی خونریزی در حین عمل. کنترل درد ناشی از سوختگی یا کمک کردن به تسریع ترمیم بافت‌های آسیب دیده از سوختگی. خیلی مهمه. بله. یعنی بدون دارو واقعا یا حداقل استفاده از دارو و با تلقین پذیری. طب دهان و دندان بسیار زیاد استفاده میکنن امروزه در دانشگاه‌های مختلف، به خصوص USC متخصصان هیپنوتراپی رو میارن قبل از اینکه شروع کنن روی دهان و دندان بیمار کار کنن. مواقعی که خود بیمار این رو میخواد و ترجیح میده که از دارو استفاده نکنه میارن و این در حالت هیپنوتراپی قرار میگیره و پزشک شروع میکنه کار میکنه روی دندانش. بعد هراسی که از اعمال دندان پزشکی دارن مردم اون رو کنترل میکنن، تهوع در عین کار دندان پزشکی رو کنترل میکنن و یکی از طب‌هایی که خیلی استفاده میکنه از هیپنوتراپی طب دندان پزشکی هست. روان پزشکی هم که دیگه مشخصه، روان درمانی و روانکاوی با هیپنوتیزم یکی از رشته‌های روانشناسی است و رفتار درمانی، درمان اختلالات شبه جسمی، اضطراب، افسردگی، فوبیا و تقویت ایگو و یا اعتماد به نفس، افزایش امید به زندگی، افزایش بهره‌وری تحصیلی، بهره‌وری از هوش، همه اینها با تلقینات هنگام هیپنوتراپی میتونه انجام بشه. من خیلی خوشحالم که این صحبت از شما میشنوم، برای اینکه برای خیلی سالیان خیلی زیادی علم هیپنوتراپی و هیپنوتیزم خب وجود داشته. بله. ولی یک علمی بوده که در حاشیه زندگی میکرد. درسته. مخصوصا در علم پزشکی ما. بله. علم پزشکی واقعا اونطور که میباید و شاید از علم هیپنوتراپی استفاده نمیکرد، برای اینکه همیشه فکر میکرد خب این یه چیز روانیه، یه چیز حاشیه‌ایه. کاملا درست. و چقدر خوشحالم که داره این خیلی یواش یواش در علم پزشکی ما هم رایج میشه، برای اینکه خب تأثیراتش رو میبینن، چون چیز جدیدی هست. پزشکا هم که همیشه عادت دارن ببینن واقعا هر باری که یه کاری انجام میشه از لحاظ علمی باید همون نتیجه رو بده تا پزشکا بپذیرنش و بعد دیدن که تأثیر داره و بسیاری از دندان پزشکا الان اصلا با یه هیپنوتراپیست به خصوصی همکاری دارن که ایشون رو خبر میکنن بیان برای مریضاشون قبلا با هیپنوتراپی. بعضی اصلا به زیاد بعضی اخلاقشون هست که به دارو دوست دارن حداقل استفاده رو کنن. زیاد اعتقاد ندارن دارو زیاد استفاده کنن. یه مبحث دیگه هم که در خیلی جاها اینا میشه استفاده کرد. ولی اون دادن امید به زندگی پیدا کردن خیلی مهمه. مخصوصا در رشته‌ای که من در اون هر روز دارم کار میکنم. خیلی کسانی که از اعتیاد میان به دنیای بهبودی میان. بله. اون اولاش اصلا به زندگی امید ندارن. نمیدونن که آیا زندگی بعد از مواد مخدرم وجود داره یا نداره، چجوریه، میتونن توانشو دارن که بکشن اون زندگی چقدر رو. اینجا هیپنوتراپی که شما تعریف کردید خیلی کمک میکنه. خیلی بعد کلن ترس و واهمه هایی که ما داریم تو زندگی از هرچی، چون که میره به ضمیر ناخودآگاه اونها رو خیلی خیلی خوب میتونه کمک کنه. من فکر میکنم باید یه تنفس کوتاه بگیریم، برگردیم صحبتمون رو ادامه خواهیم داد.
مرکز بهبودی کلیف ساید مالیبو مرکزی است منحصر به فرد برای ترک اعتیاد الکل و مواد مخدر. در این مکان لوکس با گنجایشی محدود برنامه ترک اعتیاد ویژه هر فرد طراحی می شود. تحقیقات نشان داده موثرترین روش درمان اعتیاد از طریق رسیدگی و توجه همزمان به جسم، فکر و روان می باشد. مرکز بهبودی کلیف ساید مالیبو مشاوره خصوصی، گروه درمانی، دارو درمانی، یوگا، تغذیه سالم، مشاوره پزشکی، برنامه‌های 12 گانه و همه عوامل بهبودی را کنار اقیانوس در فضای آرامش بخش در زیر یک سقف گرد آورده و موفق‌ترین و مؤثرترین روش درمانی را ارائه می‌دهد. اگر از درگیری با اعتیاد خود و یا خانواده خود خسته شده اید و مایلید با ترک اعتیاد زندگی جدیدی را برای خود بنا کنید، اگر مایلید در محیطی آرام، زیبا، خوشمنظره و مدرن اعتیاد خود را آسان‌تر ترک کنید، با مرکز بهبودی کلیف ساید مالیبو تماس بگیرید. 818 746 3330. اکثر بیمه‌های درمانی پذیرفته خواهد شد. کلیف ساید مالیبو 818 746 3330. 818 746 3330. 670 AM لس آنجلس. خب برمیگردیم خدمتون در استودیو. شماره تلفن ما هست 323 512 72 64. چنان که سوالاتی دارید با ما مطرح کنید در خدمتون خواهیم بود. خب فکر میکنین ادامه بدیم در مورد هیپنوتیزم؟ 100%. و چطور میتونن مردم از این واقعا کمال بهره را بگیرند؟ واقف بودن به علم پزشکی یا روانشناسی برای فرد هیپنوتیزم کننده ضروریه. الان متاسفانه مثل خیلی چیزهای دیگه شرایطی شده که بعضی ها میرن فقط یا یک کتاب رو میخونن یا یکی دو جلسه خودشون شرکت میکنن یا یه کلاس 1 ساعته میگیرن و فکر میکنن دیگه ماهر شدن، مثل خیلی چیزها که متاسفانه هست. و کسی که میخواد مراجعه کنه به یک نفر برای هیپنوتیزم باید واقعا مطالعه کنه بدون اون شخص یا پزشک یا روانپزشک یا روانشناس و در این مورد آگاهی داره، سرتیفیکیت داره و تجربه داره و کارش رو میدونه. شما به عنوان یه روانشناس میتونید بگید اهمیتش چیه که یک شخص واقعا باید بک‌گراند و ایژوکیشن و تعلیم و تربیت یک روانشناس داشته باشه؟ برای اینکه اون فرد رو که میبریم به اون حالت به اصطلاح فارسی بخوایم گفته باشیم بهترین فرمش خلسه که تلقین پذیری رو انجام بده، بعدش اون وقت دیگه اون کسی که نمیدونه باید چه کنه. میدونین؟ و این خیلی مهمه که بعد از اون که از اون حالت میاد بیرون باید چه کنی با این فرد مراجعه کننده. و هفته گذشته که ما با هم صحبت میکردیم شما گفتید که من هیچ کسا بدون اینکه 1-2 جلسه اول ببینم نمیبرم توی هیپنوتیزم، برای اینکه من باید این شخص از لحاظ روانی بررسی بکنم، ایوالویت بکنم، ببینم آیا آمادگی هیپنوتراپی داره یا نه. همه کسا که نمیشه بدون هیچ اسسمنت و دیدن ببرید توی بله، من اتفاقا یه چندین مقاله داشتم میخوندم که نوشته بودن که چه ضررهایی داره اگر کسی بدون آگاهی این کار رو بکنه و کسانی که مایلن از این لحاظ درمان بشن و پیش کسی مراجعه کنن حتما حواسشون باشه که با یک فرد آگاه سر کار خواهند داشت. ما خط تلفن داریم، پس اجازه بدین خط تلفن رو پاسخ بدیم بعد مطلبمون رو ادامه خواهیم داد. بفرمایید شنوندی عزیز، شما روی خط هستید؟ صداتون. سلام بفرمایید. من پسرم 23 سالشه و انزایتی شدید داره. این هیپنوتراپی کمکش میکنه؟ خیلی زیاد، بله، هم دیپرشن هم انزایتی رو خیلی خیلی کمک میکنه. اتفاقا از مواردی هستن که خیلی کمک میکنه هیپنوتراپی. اوکی، بعد مدیکیشن هم باید بخوره یا نباید بخوره توی این مدت؟ مدیکیشن رو باید دکترشون تشخیص بده و اگر که پیش روانشناس میرید
ببینن بهتون میگن، راهنمایی میکنن، شما رو رجوع میدن اگر قرار بود بهشون کسی دارو تجویز کنه. اوکی. شما اینشورنس قبول میکنید؟ بعضی به ماها رو قبول میکنی. میتونین تلفون بزنین، من خدمتتون خواهم گفت. ممنونم. خواهش میکنم. تلفنم 323 207 بله 56 38. شما عضو 08 هم هستید؟ بله. اوکی ممنونم. خواهش میکنم. عضو 08 ما باید یادمون نره. خب شنونده دیگری هم داریم، با ایشان هم صحبت میکنیم. بفرمایید، شما روی خط هستید. دکتر خانم جوادی. جانم بفرمایید. سلام عرض میکنم. من از ایجان امریکن سوسایتی خدمت زنگ میزنم. اگه امکان داشته باشه یک اعلامی خیلی کوتاه خدمت عرض بکنم. متاسفانه توی این برنامه نمیشه، این پید پروگرام هست و نمیتونیم این کارو بکنیم. این برنامه نان پروفیت ارگانایزیشن، شما میگم طرفدار این برنامه هستید، نمیشه بگم. بله نه متاسفانه این من اصلا صلاحیتی ندارم که اینجا این تصمیم رو بگیرم. خیلی متاسفم. مرسی از تماستون. خب قبل از اینکه با شنونده دیگری حرف بزنیم اجازه بدید من توضیح بیشتری بدم در مورد اینکه چه جور حالتی هست حالت هیپنوتیزم. همونطور که گفتم 3 عنصر تمرکز، انفکاک پذیری که در اون ذهن هوشیار از ذهن نیمه هوشیار جدا میشه و تلقین پذیری، این 3 عامل اتفاق میفته. بیمار در یک حالت هوشیاری تغییر یافته یا حالتی که ما بهش به فارسی میگیم حالت خلسه هست قرار میگیره. بعد شخص هیپنوتیزم کننده تلقینات لازمه رو به شخص میگه که این حالت خلسه هم حالت 3 حالت داره: خفیف، سبک، خفیف یا سبک، متوسط و یا عمیق و شدید. در حالت خلسه خفیف و متوسط بسیاری از افراد میتونن به راحتی حرف زدن اطرافیان رو بشنون، هرچی که اتفاق میفته رو متوجه باشن، در طی اینکه هیپنوتیزم هم داره روی میده، همه چیز رو به یاد میارن. بعضی‌ها فکر میکنن اصلا هیپنوتیزم نشدن چون انقدر این حالت خفیفه و متوسطه که بعد از اینکه خیلی از روان درمانگرها این رو بهش خیلی عادت دارن، بعد از اینکه فرد از حالت هیپنوتیزم بیرون میاد میگه نه هیچ اتفاقی نیفتاد، من اصلا هیپنوتیزم نشدم، هیچی حس نکردم، در حالی که تمام ارائه تلقینات رو همکاری میکرده و پاسخ میداده. اگر ازش فیلم بگیرن خودش خواهد دید که این کارو میکرده. ولی به همین دلیل من دارم اینها رو میگم که باز هم کسایی که میگن یا وحشت این رو دارن که ممکنه در حالت هیپنوتیزم کاری کنن، حرفی بزنن، اتفاقایی بیفته که اصلا به طور کلی دیگه یادشون نیفته، این خیلی واقعیت نداره. هم هوشیار هستید ولی فقط در تمرکز کامل و حالت خلسه هستیم. به همین دلیلی که اون تلقین پذیری کار میکنه. هیچ کس هیچ کاری رو برخلاف میل خودش امکان نداره انجام بده. فقط کارهایی رو که خود اون شخص مراجعه کننده خواسته و به خاطر اونها آمده میشه بهش تلقین کرد. هر کاری که برخلاف چارچوب و معیارهای اون شخص باشه هیچ کس ماهرترین هیپنوتیزم کننده هم نمیتونه از اون شخص بخواد. این یک چیز خیلی مهمیه که من دلم میخواست بهش اشاره کنم، چون شنیدم در جامعه ایرانی یک توهمات و چیزهایی که به واقعیت جور نیست در این مورد هست. هیپنوتیزم بیشتر با قوه تخیل ما و اراده ما واقعا سر و کار داره. بنابراین کاری رو که میخواهیم انجام بدیم حتما انجام میشه، ولی کاری رو که خودمون مایل نباشیم قوه تخیل ما رو و ارادمون رو نمیتونه هیپنوتیزم تحت تاثیر قرار بده. این رو در همه جایی که راجع به هیپنوتیزم هم اگه برن دوستان مطالعه کنن ببینن ذکر کردن که از این بابت خیال راحت باشه. البته اون قسمتی که شما میگید متاسفانه توی فیلم ها توی اینا غیر واقعی هستند به خاطر شو بودنش یک چیزهای عرضی میکنن که این توی فولکلور ما مونده، در صورتی که واقعا هیچ پایه علمی نداره. بله کاملا درسته.
در اواخر قرن 18 بود که دیگه خیلی جدی شده بود هیپنوتیزم، اگر بخوایم به تاریخچش مراجعه کنیم. و بعد در اواخر قرن 18 دانشمندی به نام مزمر آمد که این رو خیلی بیشتر دنبال کرد و توی پزشکی ازش استفاده کردن. در طی قرن 19 استفاده های زیادی از هیپنوتیزم می شد و تحقیقات در موردش توسط محققان و پزشکان مشهوری مثل الیستن، شارکو، فروید و پاولوف ادامه پیدا کرد و در خلال جنگ‌های جهانی اول و دوم هیپنوتیزم جهت درمان خستگی‌های روحی ناشی از جنگ و آسیب‌های روانی بسیاری مورد استفاده قرار می‌گرفت. فکر می‌کنم فعلا خوب مبحث هیپنوتیزم تا اینجا، چون داره فرصت میگذره. در فرصت کوتاهی که هست من میخوام برای شنوندگانی که دفعه‌های قبل پرسیدن سمینار موسیقی درمانی ما کی خواهد بود یادآوری کنم که تاریخش رو تعیین کردیم. چهارشنبه 9 اکتبر ساعت 7 تا 9 شب با حضور هنرمندان گرامی برادران اسحاقی و آقای سیامک شجریان. این سمینار موسیقی درمانی رو خواهیم داشت. چون جا محدود هست از همکنون جای خود رو رزرو کنین. البته یک تعداد زیادی دفعه قبل رزرو کردن چون به اون اولی نرسیده بودن. و من فکر میکنم این دفعه شما اصلا باید ونیوتون رو عوض کنید. فکر کنم باید یه جایی کمی بزرگتر بگیریم، بله، که بتونیم پاسخگوی شنوندگان باشیم. شماره‌ای که میتونید تماس بگیرید و رزرو کنید جای خودتون رو 323 207 56 38 هست. بدون رزرویشن این عملی نیست که شب برنامه بخواید تشریف بیارید. برمیگردیم بعد از دقایقی خدمتتون خواهیم بود. فقط $395 برای ایمپلنت دندان؟ کجا رفتی؟ رفتم پیش دکتر دان روزن. دکتر دان روزن دکتر دندان پزشک عمومیه. مگه دیوونه شدی؟ این همه متخصص در این شهره. راست میگی، درسته، ولی تخصص رو میشه در عرض 2 تا 3 سال از هر دانشگاهی گرفت. اما عزیزم 25 سال تجربه کاشت دندان را نمیتونی هر کجا پیدا کنی. دکتر دان روزن، دیپلمات of the International Congress of Oral Implants. 877 7 395 395. کاهش وزن، تنظیم قند و کلسترول خون، کمر باریک بدون احساس گرسنگی با گرین کافی بین. 310 858 7006 و جوانبمان.com. آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیفت رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک‌های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه‌های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره‌ای جوان و شاداب در کمترین زمان استفاده از تزریق‌های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است. در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبیل ریدیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت، پاک کردن تاتو و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود. و همچنین بهره‌گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز. مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700. توجه شما را همین سه شنبه از ساعت 1 بعد از ظهر به برنامه تقدیمی یونیون بانک جلب می‌کنیم. همین سه شنبه از ساعت 1 بعد از ظهر مروری بر خدمات بانکی یونیون بانک. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس. مرکز بهبودی کلیف ساید مالیبو مرکزی است منحصر به فرد برای ترک اعتیاد الکل و مواد مخدر. در این مکان لوکس با گنجایشی محدود برنامه ترک اعتیاد ویژه هر فرد طراحی می شود. تحقیقات نشان داده موثرترین روش درمان اعتیاد از طریق رسیدگی و توجه همزمان به جسم، فکر و روان می باشد. مرکز بهبودی کلیف ساید مالیبو مشاوره خصوصی، گروه درمانی، دارو درمانی، یوگا، تغذیه
خانواده سالم، مشاوره پزشکی، برنامه‌های 12 گانه و همه عوامل بهبودی را کنار اقیانوس در فضای آرامش بخش در زیر یک سقف گرد آورده و موفق‌ترین و مؤثرترین روش درمانی را ارائه می‌دهد. اگر از درگیری با اعتیاد خود و یا خانواده خود خسته شده اید و مایلید با ترک اعتیاد زندگی جدیدی را برای خود بنا کنید، اگر مایلید در محیطی آرام، زیبا، خوشمنظره و مدرن اعتیاد خود را آسان‌تر ترک کنید، با مرکز بهبودی کلیف ساید مالیبو تماس بگیرید. 818 746 3330. اکثر بیمه‌های درمانی پذیرفته خواهد شد. کلیف ساید مالیبو 818 746 3330. 818 746 3330. پروین جوادی سایکوتراپیست، مشاور ازدواج و خانواده، دارای بورد تخصصی از ایالت کالیفرنیا، با تجربه در درمان اختلالات یادگیری در کودکان و تعلیم و تربیت کودکان آتیستیک، جهت مشاوره قبل از ازدواج، بهبود روابط زناشویی، روابط پدر و مادر با فرزندان و پیشگیری و درمان افسردگی و اضطراب، با پروین جوادی با تلفن 323 207 56 38 323 207 56 38 تماس بگیرید. برای شرکت در جلسه های گروه درمانی و سمینارهای آشنایی با موسیقی درمانی با پروین جوادی، تراپیست مورد اعتماد جامعه ایرانی، با شماره 323 207 56 38 323 207 56 38 تماس بگیرید یا از وبسایت parvinjawadi.com دیدن کنید. آینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. خب به ساعت مشاوره رو میشنوید. در خدمت آقای سهراب داهی هستیم و بنده حالا از شما سوالی دارم. خواهش میکنم. من شما موقعی که در مواقع مختلف راجع به اعتیاد و چطور درمان و بهبودیش صحبت میکنید، چگونگیش، برام سوال پیش میاد که افراد خانواده و دوست آشنایی که زندگی میکنن با یک فرد معتاد، اونا نمیدونن اصلا از کجا بفهمن آیا این فقط به یه چیزای کم و کوچیکی عادت داره یا نه، معتاد واقعا باید خطابش کنن یا نه، احتیاج به کمک داره یا نه، اگر داره از کجا شروع کنن، مثلا الفبای اینو نمیدونن. فکر میکنم اگر یه کمی خانواده ها رم راهنمایی کنید خیلی موثر باشه. چقدر سوال خوبیه، برای اینکه من توی 2 هفته گذشته خیلی تلفن داشتم که خانواده ها تلفن کردن و واقعا سوالشون هم در همین حول و حوشه همین که شما الان مطرح کردید بوده. من توی 2 هفته پیش که ما برنامه داشتیم راجع به مراحل چنج و مراحل تغییر یافتن یک معتاد صحبت کردم. مراحل دوم، سوم، چهارم، پنجم که شخص آمادگی پیدا میکنه، آماده است، فکر ترک و اینا هست که خب اونا دیگه جای خودش هست. من امروز میخوام بیشتر راجع به اون مرحله اول که بهش پری کانتمپلیشن میگن صحبت کنم. البته طرف صحبت منم خیلی خانواده ها هست. چرا؟ برای اینکه در این مرحله خود شخص معتاد اصلا تو انکار زندگی میکنه و خانواده ها هستن که علائمی در این شخص میبینند، میبینن که یک چیزهایی داره میگذره ولی مطمئن نیستن که این چی هست چی نیست. شخصی که خودش مبتلا به اعتیاد هست در این مرحله پری کانتمپلیشن هیچ گونه اشکالی در اعتیاد خودش نمیبینه و هیچ به این آگاهی نداره که اثر اعتیادش الان روی خانوادهش، روی اطرافیانش، روی عزیزانش چی هست. به زبان دیگه توی انکار مطلق هست. ولی تمام شواهد نشون میده که یک چیزایی داره اینجا میگذره. این شخصی
مشکلاتی داره، یک پرابلمایی داره. حتی پنهانکاری هم که میکنه خانواده یه چیزایی رو متوجه حالا مثلا میشه. چه چیزی؟ مثلا این شخص تا حالا 2-3 بار در حال مستی پلیس گرفتتش، DUI گرفته، کورت رفته، پیش جاج رفته. شخصی که با مشروب پرابلمی نداره DUI و اینا نمیگیره. یا این که میبینیم که مثلا این شخص یه استعداد خیلی خوبی داره، هوش خوبی داره، آدم خیلی زرنگیه، ولی میبینیم که یک کار رو نمیتونه برای یه مدت طولانی نگه داره. از این کار به اون کار میره، از این کار به اون میره، هر کاری 6 ماه، 1 سال، بعد از 1 سال عوض میکنه. یعنی که این شخص مثلا در سنین بالا 30 سالشه، 35 سالشه، هنوز داره با پدر مادرش زندگی میکنه. اونطور که بتونه ایندیپندنت باشه و مستقل باشه و زندگی برای خودش شروع بکنه رو هنوز نکرده. خب اینا همه نشانه هایی هست که اینجا یک پرابلم هایی هست. این شخصی که تو این مرحله پری کانتمپلیشن هست همیشه سعی میکنه که مشکلات خودشا خارج از خودش ببینه. مثلا تقصیر خانواده است که من هنوز باشون دارم زندگی میکنن، تقصیر صاحب کاره که من هی بیرون میکنه، چرا واقف نیست مثلا من واقعا چقدر دارم برای این شخص کار میکنم، تقصیر دوستانشه، تقصیر پلیسه که منو نگه داشت، اگه پلیس منو نگه نمی‌داشت خب من دیوای نمیگرفتم. با من لجن با ماشین من پرابلم دارن. همش دست میزنن روی عوامل خارج از خودشون. درست. هیچ وقت نمیگن که خب من اگر این مواد مخدر رو نزنم، مشروب رو نخورم، خب این پرابلم ها واسم نیست. ولی همه چیزا، تقصیر همه چیزو همه کس میبینن به غیر از خودشون و اون مواد مخدر یا مشروب. چرا که اینا همیشه دارن از حقیقت فرار میکنن. چرا؟ برای اینکه اگر که خب ما با حقیقت روبرو نشیم، خب دیگه اعتیادی وجود نداره. حقیقت اینه که خب یک اعتیادی هست، مشکلی در کار هست. خب و ما اگر در انکار مطلق باشیم که اصلا این مشروب خوردن، این مواد اصلا هیچ مشکلی نداره، خب دیگه نه ما به فکر بهبودی هستیم، در یک سیفتی زندگی میکنیم که میتونیم به ادامه دادن اون اعتیاد خودمون، خودفریبی در حقیقت، خودفریبی ضرب در 100. بله. یعنی خود شخص هم متوجه هست که 1001 مشکل هست ولی خودش رو گول میزنه. ببینید متوجه هست که پرابلم داره، متوجه هست که اینا همه پرابلم هستن، ولی اون اینسایت و آگاهی درونی ها یا نداره یا نمیخواد داشته باشه، انکار میکنه. یا حتی بعضی وقتا اگر هم بدونه، سعی میکنه که یک نراتیو، یک داستانی برای خودش درست بکنه که بر ضد اون حقیقت باشه. یعنی وقتی که صاحب کارش مثلا ممکنه بیرونش بکنه چرا که سر کار مرتب نرفته، خانوادهش یواش یواش دارن ازش فاصله میگیرن چرا که همیشه خودش غایبه در پشت این دیوار اعتیادش. همیشه برای خودش یک داستانی درست میکنه که این داستان خیلی هم بعضی وقتا معقول و منطقی به نظر میاد در مرحله اول، ولی اگر ما خوب متوجه بشیم میبینیم که کاری که داره میکنه واقعا انتقال کردن مسئولیت از خودش به دیگران خواهد بود. درست. ولی یه خبر خوب اینجا من میخوام به همه بدم. خبر خوبم اینه که حتی با نداشتن این آگاهی درونی و اینسایت، حتی با در انکار بودن، میشه که این اشخاص به مرحله بهبودی برسن و شانس بزرگی برای بهبودی خودشون دارند، برای ترک کردن و برای شروع کردن یک زندگی خیلی جدیدی برای خودشون. بعضی ها این عقیده رو دارن که خب این شخصیت تو این مرحله هست و اصلا تو انکاره، ما باید یک کاری بکنیم که سرش به سنگ بخوره، این آگاهی شاید از این طریق به وجود بیاد براش که یهویی بیدار بشه بگه ای بابا من با این مواد مخدر اینا داره زندگی منو داغون میکنه.
شاید برم واسه کاری بکنم. بعضیا در این مرحله سر به سنگ خوردن یه طرز فکری هست که میگن که خب باید شخص از خونه بیرون بکنیم، از خانواده بیرون بکنیم. شاید این باعث بشه که اون شوکی که باید بهش بیاد و این شخص یه تکونی بخوره و بتونه بیدار بشه و به بیماری خودش متوجه بشه و اون آگاهی درونی و اون اینسایت رو پیدا بکنه که بیاد کمک بگیره و برای خودش بتونه یه کاری بکنه. خب به نظرتون این چیزایی که با خودشون میگن این خانواده ها، کدومشون رو شما تایید میکنین؟ کدومش درست نیست؟ و از خانه بیرون کنن، پشتیبانی مالی دیگه نکنن، چی کار کنن واقعا؟ ببین راههای خیلی مختلفی هست. ما مثلا فقط به یکیش الان اشاره کردیم. بله. ببینید اینقدر این مسئله حساس و شخصی هست، واقعا باید جواب برای همه نداره. اصلا نمیشه که همینطوری به طور تجویز کرد که خب یارو تا اگه پرابلم داره خب بندازیدش از خونه بیرون تا به صلاح سرش به سنگ بخوره. بله. واقعا باید تمام شرایط رو در نظر گرفت. باید دید که این خانواده در کجا قرار گرفتن. تمام خانواده رو باید دید. پس خود خانواده اقلن حداقل کاری که میتونن به یه تراپیست متخصص این موضوع مراجعه کنن، راهنمایی بگیرن. بله. و وقتی که ما مثلا وقتی آگهی ها هست، وقتی برگشتیم، من یه چند تا سوال هست که خانواده میتونن از خودشون بکنن و واقعا ببینن که آیا در چه مرحله قرار گرفتن و اون موقع راهشون دیگه روشنه که باید به یک متخصص مراجعه بکنن که ببینن قدم بعدی چی خواهد بود. تلفن استودیو هست 323 512 7264 و اگر مایل هستید با من تماس بگیرید، شماره من هست 818 746 3330. مرکز بهبودی کلیف ساید مالیبو مرکزی است منحصر به فرد برای ترک اعتیاد الکل و مواد مخدر. در این مکان لوکس با گنجایشی محدود، برنامه ترک اعتیاد ویژه هر فرد طراحی می شود. تحقیقات نشان داده موثرترین روش درمان اعتیاد از طریق رسیدگی و توجه همزمان به جسم، فکر و روان می باشد. مرکز بهبودی کلیف ساید مالیبو مشاوره خصوصی، گروه درمانی، دارو درمانی، یوگا، تغذیه سالم، مشاوره پزشکی، برنامه‌های 12 گانه و همه عوامل بهبودی را کنار اقیانوس در فضای آرامش بخش در زیر یک سقف گرد آورده و موفق‌ترین و مؤثرترین روش درمانی را ارائه می‌دهد. اگر از درگیری با اعتیاد خود و یا خانواده خود خسته شده اید و مایلید با ترک اعتیاد زندگی جدیدی را برای خود بنا کنید، اگر مایلید در محیطی آرام، زیبا، خوشمنظره و مدرن اعتیاد خود را آسان‌تر ترک کنید، با مرکز بهبودی کلیف ساید مالیبو تماس بگیرید. 818 746 3330. اکثر بیمه‌های درمانی پذیرفته خواهد شد. کلیف ساید مالیبو 818 746 3330. 818 746 3330. KIRN Radio Iran. خب برمیگردیم استودیو. در خدمت آقای سهراب داهی از کلیف ساید مالیبو هستیم و راهنمایی های بسیار جالبی برای اینکه خانواده یک شخص معتاد چگونه میتواند کمک کند به شخص معتاد. به اینجا رسیدیم که واقعا دیگه فکر میکنم هر کسی که شما رو داشت میشنید فکر میکرد یک فرمول خاصی نیست که شما ارائه بدید برای همه و هر فردی موقعیت و شرایط روانی و فیزیکی و جسمی و زندگی و همه چیش با دیگری فرق داره. برای همین خوب خانواده ها در وقتی تردید میکنن که مشکل، یعنی دیگه تقریبا به اطمینان میرسن که مشکل بزرگی هست، بیان به یک تراپیستی که متخصص این کار هست مراجعه کنن، راهنمایی بگیرن که بهترین برخورد با اون عزیزشون چی هست.
البته همونطور که گفتم خانواده هایی که یکی از عزیزانشون دچار اعتیاد هست میتونن خیلی ساده یه چند تا سوالایی از خودشون بکنن. مثلا یه سوال بکنن که آیا مثلا این عزیزی که معتاد هست و آیا این شخص مثلا اعتیاد خودشو خیلی کوچیک نشون میده یا اصلا انکار میکنه که من اصلا دست به هیچی نمیزنم. خیلی هستن که تمام این شواهد نشون میدن 30 سالشه 35 سالشه هنوز داره با پدر مادرش زندگی میکنه، کار درست حسابی نداره، همیشه مشکلات روی مشکلات داره میاد، همه شواهد اعتیادا داره. ولی وقتی به حتی مثلا بعضی خانواده ها اون موادم توی جیبشون پیدا میکنن، نمیدونم پیپا و یادتونه یک بار یه تلفن داشتیم اینطوری پیدا میکنن، ولی با شخص معتاد وقتی روبرو میشن 100% در انکاره که نه مال من نیست، من اصلا مواد نمیزنم، شما اصلا دیوونه شدید. یا اینکه مثلا میگه من خب گاهی وقتی یه مشروبی میخورم، همه دنیا دارن گاهی وقتی یه مشروب میخورند. بله همه دنیا گاهی وقتی یه مشروبی میخورن، ولی این مشکلاتی که شما دارید رو ندارند. در سن 35 سالگی هنوز با خانواده زندگی نمی‌کنن، سر کارشون هستن، ممکنه گاهی وقتی هم هفته یه بارم یک گلاس شراب هم بخورن. ولی یک چیزی دیگه مثل شما روزی 2 تا بطری شراب نمیخورن. درسته. یا اینکه میگن که اینا همیشه ما میشنویم، من هر وقت اراده بکنم میتونم اینا بذارمش کنار. درسته. شما چرا اینقدر این مسئله رو بیگ دیل میکنید؟ سوال من اینه که آیا این عزیز شما که فکر میکنید ممکنه با اعتیاد یا مشروب پرابلمی داشته باشه، آیا اینطور رفتار از خودش تالا نشون داده؟ سوال دوم اینه که آیا این عزیز معتاد همیشه داره برای مشکلات زندگیش خودش یه دلیل و بحرانی میاره که آره این مشکل دارم، ولی همیشه این لغت ولی شخص لو میده. این مشکل دارم ولی یک دلیل و بحران واسش میاره. آره اینجا شده پلیس منو گرفته باید کورت برم، ولی تصادف کردم با ماشین، ولی آیا این عزیزان شما آیا از این دلیل و بحران ها همیشه میاره؟ یا اینکه سوال سوم آیا که این عزیزی که در خانواده شما هست و شما فکر میکنید با اعتیاد مشکل داره، آیا میتونه هیچ وقت ناراحتی های خودش ها به زبون بیاره و راجع به واقعا احساسات خودش صحبت بکنه؟ یا اینکه هر وقت یه اتفاق خیلی مهمی براش میفته که ناراحت میشه فوری میره مشروب میخوره؟ چه جالب. یعنی چی؟ یعنی به عنوان از مشروب به عنوان مسکن و یک راه حلی برای برخورد کردن با احساساتش روبرو میشه. ولی که درست مشکل همونجا خواهد بود. بعضی وقتا همون مشروب خوردن، همون استفاده از مواد مخدر مشکل شاید 10 برابر بکنه. اگه خانواده ها میبینن که واقعا عزیزانشون در این مرحله هستن، از این رفتارها دارن نشون میدن، به طور قطع این شخص در اون مرحله انکار و پری کانتمپلیشن هست که همینطور که گفتیم راه‌های خیلی زیادی هست که با این برخورد بکنند. بیرون کردن شخص از خونه فقط تنها راه نیست، در بعضی وقتا ممکنه واقعا یکی از راه‌های آخرینش باشه که ما باید باهش روبرو بشیم. ولی قبل از اون خب راه‌های دیگری هست. یکی از اون راه‌ها اینترونشن بهش میگن و این یک پروسه‌ای هست که اشخاصی که اینترونشن انجام میدن، بعضی ها پروفشنال فقط اینترونشن انجام میدن، این اشخاص اگر که باید 100% نباید تراپیست باشن، ولی خب اگر تراپیست باشن فبها خیلی بهتر میشه. و این پروسه اینترونشن ها من به طور
خلاصه اینجا مطرح میکنم امروز، یه مقداری با هم صحبت بکنیم راجع بهش و بعداً در برنامه‌های بعد من میتونم خیلی عمیق‌تر وارد پروسه اینترونشن بشم. چرا؟ برای اینکه در خیلی موارد این پروسه اینترونشن واقعا خیلی موثره. چرا؟ برای اینکه این پروسه نه به کسی سخنرانی داده خواهد شد با شخص معتاد، نه نصیحت، حتی قضاوت و جاجمنت هم توش وجود نداره. کاری که خانواده ها میکنند کاری هست که با احساسات این شخص روبرو میشن. یعنی تماسی که با این شخص میگیرن نه از طرز فکرشه، نه یک مبحث فکری خواهد بود که باش صحبت بکنن این کار بده، این کار خوبه، بیا برو کمک بگیر، اینجوری کرد، بلکه میان و با احساسات این شخص روبرو میشن. البته کسی که در اعتیاد هست، در اعتیاد خودش هست، واقعا چیزی که سالیان سال ممکنه این شخص باهش نخواسته روبرو بشه و همونم احساسات خودشه. بله. خیلی هم شکننده است و خیلی هم شکننده است. و من چندین اینترونشن انجام دادم خودم و پروسه عوض شدن این شخصا شما میبینید که چطور این شخص با انکار خودش که من هیچ پرابلمی ندارم، شما اصلا بی خودی اینجا نشستید چه کار، وقتی خودتون رو بنده رو تلف آره برید به کار خودتون برسید. اول نمیخواد بشینه، بعد میاد اونجا میشینه، بعد هر کسی شروع میکنه اون چیزی که قبلا با تراپیست صحبت کرده، با اینترونشن صحبت کرده، نوشته و همه هم باید از روی نوشته برن جلو که یک چیز خصوصی نشه، به جاجمنت نرسه، به قضاوت نرسه. وقتی اینا از اون جا میان که یواش یواش شروع میکنند اون چیزی که نوشتند و برای این شخص میخونند، شما مشاهده میکنید که چطور یواش یواش این شخص اول عصبانی میشه که اصلا چرا این مسائل شما دارید مطرح میکنید، بعد یواش یواش یک حالت سدنس و غمگینی به خودش میگیره و میبینیم که در خیلی موارد، حداقل در مواردی که من در اون شرکت کردم، چطور شخص به یک نقطه‌ای میرسه که واقعا اون آگاهی درونی که با راجبش صحبت کردم، اون اینسایتی که باید داشته باشه، مثل این که یه بار که از یک خواب عمیقی بیدار شده، یهویی بیدار میشه میگه من واقعا زندگی من این بوده، واقعا اثری که من روی زندگی خانواده عزیزم گذاشتم واقعا این بوده. برای اینکه اینا واقعا نمیدونن. وقتی که خانواده پدر مادر خواهر برادر میان، بچه ها میان میخونن که اثرشون رو زندگی چی بوده، اینها یهویی بیدار میشن و میگن هر چی که شما بگی الان من انجام میدم. یعنی از انکار میان بیرون، از این مرحله انکار، از انکار میان بیرون، به اعتیاد خودشون واقف میشن و حتی اون تمایل به ترکا در خودشون میبینند که جلو برند و به سفارش اون کسی که داره این اینترونشن رو میکنه گوش بدن و عمل بکنن. برای اینه که در موقع اینترونشن ما به خانواده ها همیشه میگیم که یه چمدون کوچیک هم آماده بکنید. وقتی این شخص به اون مرحله رسید، اینترونشن تموم شده، شما شخص رو همون موقع باید بگذارید توی ماشین با چمدونش و همون موقع ببریدش در مرکز بهبودی. چرا که اگر شما اجازه بدید فاصله بیفته، یک روز دیگه بخواد بره، متاسفانه این شخص شروع میکنه به مواد زدن و تمام اون احساساتی که این شخص به این جا رسیده اینها دوباره از بین میرن. بله، خیلی جالبه و اغلبم این با اینترونشنی که توضیح دادید مختصرا با حضور خانواده و عزیزانه، با خانواده شخصه. با اشخاصی در خانواده هست که شخص معتاد رابطه خیلی نزدیکی داره و برای اونها احترام میذاره، کیر میکنه، دوستشون داره. اون شخص ها باید در اینترونشن شرکت بکنن. چرا که باید یک رابطه عاطفی برقرار بشه.
در یک رابطه اینتלקچوالی و فکری و صحبتی. فرصتمون داره به آخر میرسه، اگر میشه لطف کنین تلفنتون رو یک بار شما اعلام کنین. من البته در برنامه آینده بیشتر راجع به اینترونشن صحبت میکنم، برای اینکه خانواده ها باید آگاه باشن که این پروسه و این تکنیک هم وجود داره و میتونن استفاده بکنن. تلفن من هست 818 746 33 30. اگر درباره مرکز بهبودی کلیف ساید مالیبو هم کسانی سوالی دارن، لطفاً با همین تلفن 818 746 33 30 با من تماس بگیرند. اگر هم با بنده سوالاتی دارید میخواید مطرح کنید، با تلفن 323 207 56 38 323 207 5638 or LMFT لطف کنید تماس بگیرید، بعد پاسخ شما رو خواهیم داد. خب مثل که فرصت دیگه نداریم، با تشکر و سپاس از آیدین عزیز، روزگار بر همگی خوش باد. روز خوش. مرکز بهبودی کلیف ساید مالیبو مرکزی است منحصر به فرد برای ترک اعتیاد الکل و مواد مخدر. در این مکان لوکس با گنجایشی محدود، برنامه ترک اعتیاد ویژه هر فرد طراحی می شود. تحقیقات نشان داده موثرترین روش درمان اعتیاد از طریق رسیدگی و توجه همزمان به جسم، فکر و روان می باشد. مرکز بهبودی کلیف ساید مالیبو مشاوره خصوصی، گروه درمانی، دارو درمانی، یوگا، تغذیه سالم، مشاوره پزشکی، برنامه‌های 12 گانه و همه عوامل بهبودی را کنار اقیانوس در فضای آرامش بخش در زیر یک سقف گرد آورده و موفق‌ترین و مؤثرترین روش درمانی را ارائه می‌دهد. اگر از درگیری با اعتیاد خود و یا خانواده خود خسته شده اید و مایلید با ترک اعتیاد زندگی جدیدی را برای خود بنا کنید، اگر مایلید در محیطی آرام، زیبا، خوشمنظره و مدرن اعتیاد خود را آسان‌تر ترک کنید، با مرکز بهبودی کلیف ساید مالیبو تماس بگیرید. 818 746 33 30. اکثر بیمه‌های درمانی پذیرفته خواهد شد. کلیف ساید مالیبو 818 746 33 30. 818 746 33 30. هزینه برنامه‌ای که شنیدید توسط کارشناس شرکت کننده در برنامه تأمین شده است. مدیران و کارکنان رادیو ایران KIRN هیچ مسئولیتی درباره سخنانی که ایراد شد بر عهده ندارند. رامین آریان بفرمایید. به تبریک میگم. مأموریت قبلی شما به خوبی به پایان رسید. جامعه ایرانی از شما و همکارانتون ماش نوذری و مکس توحیدیان در مرسدس بنز اناهایم رضایت کامل دارند. برای شما و همکارانت 2 مأموریت جدید در نظر گرفته شده. آماده ای؟ من همیشه برای خدمت به مردم آمادگی دارم. بسیار خوب. مأموریت اول شما برای مشتریان این نمایشگاه اینه که هر زمان اتومبیلشون به سرویس نیاز داشته باشه، از محلشون برداشته و پس از اتمام کار در منزل یا محل کارشون بهشون تحویل میدید. سوالی هست؟ مأموریت دوم چیه؟ گوش به زنگ باش. به زودی اونم اعلام میشه. رامین آریان، ماش نوذری و مکس توحیدیان و کلیه کادر برجسته ایرانیان مرسدس بنز اناهایم شما را عضوی از خانواده خود می‌دانند. 1-800 639 58 78 1-800 639 58 78. Mercedes-Benz of Anaheim. همین دوشنبه ساعت 6 بعد از ظهر دکتر محمود مشکین متخصص جراحی ترمیمی و کاشت مو در مورد آخرین درمانهای ریزش مو و آخرین روش‌های کاشت مو صحبت خواهند کرد. 949 219 2027. قابل توجه آقایان شیک‌پوش. لباس فروشی مردانه سورنتو در 9223 وست پیکو بولوارد قیمت‌ها را میشکند. یک دست کت و شلوار شیک، یک پیراهن زیبا، یک کمربند نفیس، یک کراوات برازنده، یک پوشت و یک جفت دکمه سردست، همه به جای $400 فقط برای مدتی محدود به قیمت $139 ارائه می شود. با کیفیت عالی مستقیم از تولید به مصرف. سورنتو 310 275 46 36 310 275 46 36.
فرهنگ فاوندیشن برای برگزاری ششمین جشن نوروزی سالانه خود که در 23 مارس 2014 در موزه هنر لس آنجلس لکما برگزار می شود، برای هنرمندان مسابقه‌ای در نظر گرفته که از آنها دعوت می نماید طرح‌های خود را برای اجرای موسیقی و نمایش و طراحی پرده آویزها که برگرفته از ویژگی‌های نمادین نوروز ایرانی و بیانگر آیین‌های کهن فرهنگ و تمدن ایران زمین است به بنیاد ارسال کنند. هنرمندان گرامی می توانند طرح‌های خود را تا اول سپتامبر 2013 به نشانی noruz@farhang.org NOWRUZ@farhang.org به بنیاد بفرستند.